السلام علیکم تماشاچیان عزیز، من حنیف صدرالدین. امروز ما در زمین کارتشکا کار و فعالیت داریم و در وقتی که ما جایک‌های کارتشکا رو چوبک میکنیم یک ایده یک فکری در سر ما اومد. یعنی ما در زمین فقط کارتشکا کردیم، لیکن چیزی که میبینید علف‌های بیگانه نیست، او را احاطه کردن. اگر ما علف‌های بیگانه را چوبک کرده از بین اونها جدا کرده نگیریم، زمین رو خاکی نکنیم، نرم نکنیم، اگر حاصل دلخواه گرفته نمیتونیم. حقیقت کار دهقانی همین است، معینه سری آدم نیست، عیناً همین است. یعنی اگر وقتی که در انسان یگان فکر، یگان کار، یگان مصلحت آموزش میدی، پیش از همه در معینه سری او فکرهای منفی، فکرهای بد اول جو میگیرد، خلاصه براری میکند. برای آن که انسان غالب باید، برای آن که انسان در همه گونه کسب و کارش موفق گردد، سر اول باید که همون فکرهای بد رو، همون فکرهای منفی رو از سرش دور کرده به جایش تخمین نیکی کند. برای این کار اجرا رساندن و هر یکی ما کمک میرساند استادی بهترین، آنی که به موفقیت رسیده است، آنی که میتواند دیگران را نیز به موفقیت رساند. مثلا میتونم چیزی که در زمین دهقانی اصیل میتونه حاصل فراوان گیرد، برای به موفقیت رسیدن انسان‌های اصیل را بجویید، از آنها مصلحت گیرید، در کدام ساحه، در کدام کسب کار میکنید، در آن ساحه با متخصصان بهترین سر و کار کردن را آموزید و به موفقیت‌های بزرگ نائل گردید. با کانال ما پیوست شوید، کامنتر نویسید، فکرهای خود را گویید.